سلام بچه‌ها، دارم که حال دلتون عالی باشه. من سالا هستم و به چنل سال استرنج خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که ویس خفن رو بررسی بکنیم. چی؟ یه سایتی که زیر مجموعه سایت دارک وبه و توی اون سایت فقط از شکنجه حیوانات ویدیو میذارن و قراره با هم بریم بررسیش بکنیم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ ویدیو. روانشناسا معتقدن که قاتلای زنجیره‌ای اکثرشون در کودکی از آزار و اذیت دادن حیوانات لذت می‌بردن. برای مثال گوشه نگه داشتن حیوانات یا شکنجه کردن اونا و داشتن اشتیاق برای دیدن زجر کشیدن حیوانات. ما قراره که توی این ویدیو سایتی رو بررسی بکنیم که توسط شاهدان عینی مشاهده شده که چند بار به دلیل آزار و اذیت حیوانات بسته شده. من به شما هشدار میدم مسئولیت دیدن این ویدیو تا آخرش با خودتونه. به نظرتون چه چیزی باعث میشه که یک فرد بخواد این اعمال شیطانی رو انجام بده؟ آیا این کار شیطانه یا یک فرد روانی؟ امروز قراره که دوتا از ترسناکترین داستانای دارک وب با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. Animals Nightmare. میدونم تماشای بازی کردن بچه و گربه چقدر میتونه لذت بخش باشه، در حالی که خیلی از حساب‌های فضای مجازی مثل فیسبوک و اینستاگرام داستانای متفاوتی رو روایت کردن که تحقیق راجع به اون داستان برای من کمی سخت بود. اگه روحیه ضعیفی داری این ویدیو رو نبین. اگه بخوایم به یکی از این مجموعه‌های سایت دارک وب اشاره بکنیم، این سایته. افراد متعددی از جمله FBI این سایت رو تایید کردن. سایتی به نام Animals Nightmare به معنای کابوس حیوانات. افراد زیادی وارد این سایت میشن تا از دیدن شکنجه حیوانات لذت ببرن. برخی از بینندگان این سایت گزارش دادن که یکی از منزجر کننده ترین و عجیب ترین ویدیوها رو توی این سایت دیدن. بدیهیه که به خاطر قوانین یوتیوب من نمیتونم تصاویر رو به شما نشون بدم، پس اتفاقاتی که برای بقیه افتاده رو برای شما روایت میکنم. نفر اول اینجوری روایت کرده. در اتفاقات اول میتونیم ببینیم که کنجکاوی باعث مرگ اون گربه بدبخت نبوده. واقعا از اینکه این لینک رو باز کردم پشیمون شدم، اما نمیتونم کاری بکنم چون نمیدونم این سایت قانونیه یا نه. رو اون لینک مزخرف نوشته بود گربه گربه گربه. بعد از اینکه روی لینک کلیک کردم وارد یه جعبه ویدیویی شدم. دکمه پلی رو زدم. میتونستم گربه رو ببینم. احساس عجیبی داشتم و نفس عمیقی کشیدم و به دیدن ویدیو ادامه دادم. من میتونستم بچه گربه‌های کوچیکی رو ببینم که روی زمین دراز کشیده بودن. دست و پاهاشون بسته بود با طناب. بچه گربه‌ها تقریبا غمگین بودن و تقلا می‌زدن از اینکه طناب‌ها رو باز بکنن. اما دیگه قادر به حرکت نبودن. به آرامی به اطراف اتاق نگاه کردم. آره، پای یه زن بود با کفش قرمز که داخل ویدیو می اومد و داشت راه میرفت آروم آروم. اون زن با کفش قرمز پاشنه بلند برای چند لحظه کنار بچه گربه وایساد. احساس عجیبی که داشتم داشت بیشتر میشد. یهو اون زن پاشو آورد بالا و محکم یکی از بچه گربه رو له کرد. بچه گربه از دردی که میکشید داشت فریاد میزد. اون گربه هی میپیچید به خودش و میخواست اون طنابا رو باز بکنه ولی نمیتونست. اون گربه داشت تو خون خودش میغلطید. صدای جیغش انقدر زیاد بود که من دیگه میخواستم از اون مرورگر بیام بیرون ولی خارج نمیشد. دکمه اکسید و هی زدم ولی بیرون نمی اومد. یهو دیدم اون زن پاشو آورد بالا و محکم کوبون روی بچه گربه دیگه. اون گربه داشت بیشترین درد عمرش رو تجربه میکرد. هر کاری کردم از اون مرورگر لعنتی بیام بیرون ولی نشد. تنها راهش این بود که کامپیوترم رو از برق بکشم. اون بچه گربه بیچاره فریاد میزد. هنوز صداش تو گوشمه. بعد دیدن اون ویدیو چند شبه که هر شب دارم کابوس میبینم که یه زن با کفش پاشنه بلند قرمز محکم میکوبه رو شکمم. داستان دومی که قرار براتون تعریف بکنم اینجوری روایت شده. من اصلا اهل دارک وب بود دیدن کلیپ های ترسناک نبودم. همونجا که داشتم توی گوگل برای خودم میچرخیدم یهو چشم خورد به یک سایتی به اسم کابوس حیوانات که زیر اون سایت عنوانی بود به اسم جیغ خوک.
کنجکاو شدم ببینم چیه. وقتی روی لینک کلیک کردم یه کادر بزرگ از ویدیو دیدم. اون ویدیو که داشتم میدم هیچ تیزر خاصی نداشت، هیچ چیز خاصی هم اون اطراف نبود. ویدیو رو پلی کردم و ای کاش هیچ وقت وارد اون سایت نمی شدم. توی اون ویدیو یه مرد کنار اجاق گاز وایساده بود، اجاق گازی که پر آب بود و آب داشت جوش می اومد. روی زمین 3 تا بچه خوک دیدم که حدوداً 2-3 ماه می زدن. خیلی کوچیک بودن. دقت کردید چی شد؟ توی داستان قبلی ویدیوی اول حیوان بچه گربه بود، توی داستان دوم بچه خوک. خب چرا یه حیوان بالغ و شکنجه ندادن؟ عجیبیش اینجاست که بچه گربه، بچه خوک اینکه از حیوانات بالغ استفاده نمی‌کنن. این خیلی عجیب ترش کرده. هر ستاشون روی یه بدون بشقاب بودن. یهو دیدم از دور یه نفر داره با یه میله نزدیکشون میشه. تا جایی که من میدونم از اون میله برای شکار سگ استفاده میکردن. شکارچیان سگ وقتی که سگ پارس میکنه و میخواد گاز بگیره، تناب دور اون میله رو به دور گردن اون سگا میبندن. اون فرد میله رو دور گردن یکی از اون خوکا بست و اون خوکا داشتن جیغ میکشیدن. دوربین به طرف قابلمه رفت. از اینکه فکر میکردم قراره چه اتفاقی بیفته واقعا میترسیدم. حاضر نبودم تا آخرش ببینم. اما یه حسی بهم میگفت که قراره اون خوکا توی اون آب جوش پخته بشن. فرد یکی از اون خوکا رو برداشت و نصف بدنش رو توی دیگ فرو برد و نصف دیگه‌شو ول کرد. تا به حال ندیده بودم که یک حیوان انقدر درد بکشه. اون خود جیغ میزد. میتونستم عذاب و دردی که میکشه روی صورتش ببینم. اصلا درک نمیکردم چرا یه نفر باید همچین کاری بکنه. همون موقع به خودم قول دادم که هیچ وقت دیگه وارد این سایت لعنتی نشم. خب بچه‌ها ویدیو رو تا اینجا دیدیم و با هم بررسیش کردیم و اتفاقاتی که توی این سایت افتاده بوده رو با هم دیدیم. این سایت رو بستن، اما چندین سال پیش رویت شده که این سایت با اسمای مستعار مختلف و لینک های مختلف دوباره وارد گوگل شده و داره به فعالیت خودش ادامه میده. با اطمینان اینو بهتون میگم که هنوز افرادی توی این دنیا هستن که از درد کشیدن دیگران لذت میبرن. نمونه بارزش دوست دختر قبلی من. خب بچه‌ها امیدوارم که لذت برده باشید. تنها راه حمایتی ما لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کاناله. حتما توی کامنت ها بهم بگید که از این جور سبک ویدیوها راضی هستید و دوست دارید که ادامه بدیم یا نه. و حتما اگه خواستید حیوان خونگیتون رو به کسی تحویل بدید حتما مطمئن بشید، چون افراد زیادی هستند که از زجر کشیدن حیوانات لذت میبرن. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشید و برای مدت کوتاهی سرگرم شده باشید. برای حمایت فقط کافیه که این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب کنید. توی کامنت ها حتما نظر خودتون رو بدید، نه راجع به ویدیو، راجع به کانال، اینکه از کیفیتش راضی هستید و پیشنهاد بدید که برای بالا بردن کیفیت و افزایش کیفیت چه کاری باید انجام بدیم. ممنون از همتون، دوستتون دارم و تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید.